به نام خدایی که همین نزدیکی است و از رگ گردن به ما نزدیکتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما دوستان عزیز و قدرتمند. من دکتر قنبرپور هستم که یک دیگه از جلسات دوری آرزوی تو دستور توست یا همون راه حل های کنکوری برای تحقق رویاها در خدمت شما عزیزان هستم. امروز میخوام پرده از رازی بردارم که یکی از بزرگترین افسوس‌های خود بنده در تمام این سالها که تدریس دارم، مشاوره دارم و سمینار و همایش برگزار میکنم. چرا؟ چون اگر این فلوچارتی که امروز میخوام بهتون آموزش بدم، این فلوچارت رو من سالهای خیلی دور بلد بودم، الان قوقاهایی که نکرده بودم. بگذاریم میخوام امروز یک فلوچارتی رو به شما یاد بدم و تمام دستبندی ها رو با هم دیگه بررسی کنیم که دیگه هیچ غیر ممکنی در زندگی ما وجود خارجی نداشته باشه. به قول معروف هیچ غیر ممکنی نتونه جلوی ما قد علم کنه. اینا رو نه شعار بیدیم و نه بحث های انگیزشیه. انتهای این جلسه خودتون خواهید فهمید که چرا اصلا این جلسه رو من دارم اینقدر با هیجان و اینقدر با شوق و اشتیاق دارم خدمت شما ارائه میدم. خب میریم سراغ فلوچارت جادویی که برای ما هر باوری رو از غیر ممکن بودن در میاره و تبدیلش میکنه به یک باور خیلی معمولی که ما باهاش میتونیم زندگی خودمون رو از این رو به اون رو کنیم. دوست عزیز، در زندگی ما هر اتفاقی، هر رخدادی که میفته یکی از این دو حالته، یا اون حقیقت داره یا واقعیتیه که توسط ما ایجاد شده. خیلی ها این تفاوت رو نمیدونن، یعنی در مکالمات و دیالوگ‌های روزمره خودشون کلمه حقیقت و واقعیت رو اصلا جابجا استفاده میکنن، اما در زبان ادبیات و اون واژه‌نامه موفقیت این دوتا با هم تفاوت زمین تا آسمون دارن. حقیقت اون چیزی که وجود داره و یک دونه بیشتر نیست، اما واقعیت اون برداشتیه که من از اون حقیقت دارم. ما مسلمان ها یک کتاب آسمانی داریم به نام قرآن. این قرآن فقط یک دونه از اون به پیامبر ما محمد صلوات الله علیه نازل شد، یکتا و یک دانه و نازنین. این یک حقیقت جاودانه است، اما در تمام این اعصار متاسفانه خیلی ها اومدن و ازش برداشت های متفاوتی کردن و فرقه های خیلی زیادی ایجاد شده. طالبان یکی از فرقه هایی بود که یک برداشت حالا نادرست از یک حقیقت درستی درش صورت گرفت، یعنی یک واقعیتی به اسم طالبان ایجاد شد. طالبان واقعیت بود اما حقیقت نداشت. داعش یکی دیگه از برداشت هایی بود که از این کتابی به این زیبایی و با این یکتایی یک برداشتی به اسم داعش ایجاد شد و خیلی دیگه از برداشت‌هایی که در تمام طول این اعصار در تاریخ ایجاد شده. پس دوستان این مثال زدم که خوب ملموس باشه برای ما، مخصوصا ایرانی‌ها، مخصوصا مسلمان‌ها. یک کتابی به اسم قرآن هست که این حقیقته، اما اون کسانی که میان ازش برداشت‌های متفاوت میکنن، به تعداد اون آدمایی که برداشت میکنن واقعیت ایجاد میشه. یه مثال خیلی خودمونی تر بزنیم. شما توی خیابون دارید از یک مسیری یه چهارراهی رد میشید، یه ماشینی با سرعت میاد و میزنه به یه ماشین دیگه، صدای یک خیلی مهیبی میپیچه داخل اون چهارراه و صدای یک دو نفر آدم که مصدوم میشن به گوش میرسه. شما اون صحنه رو میبینید. اون اتفاقی که افتاده، اون تصادفی که رخ داده یک حقیقته، کسی نمیتونه اونو منکر بشه، اما من برداشتی از اون تصادف میکنم که اون برداشت من میشه واقعیت من. چرا؟ چون بسته به این که من چقدر نزدیک بودم به اون تصادف، چطوری درک کردم و شنیده ها رو چطور شنیدم، دیده ها رو چطور دیدم، یه چیزی توی ذهن من نقش میبنده. اون چیزی که نقش بسته شده و برداشت من بوده میشه واقعیت من. ممکنه یه شخصی کمی دورتر اون طرف چهارراه صحنه رو ندیده، اون لحظه‌ای که تصادف شده یه صدای مهیبی به قول معروف به گوش رسیده و یک صدای یکی دو نفر مصدوم، برگشته و اون تصادف دیده ندیده، چون جمعیت جمع شدن دیگه ندیده تصادف
کی با کی بوده، چون دور اون ماشینا شلوغ شدن. این نفر یک برداشتی میکنه، میگه با توجه به این صدای ترمز، صدای مهیب ترمز و این صدای جیغ اون آدمایی که توی ماشین به گوش رسید و این جمعیتی که اینجا جمع شد، این ترافیک، احتمالاً یکی دو نفر کشته شدن. برداشت این آدم اینه که از این تصادف 2 نفر مرده هم به جا مونده. پس این میشه واقعیت دوم که برای این آدمه. اون نفری که اون سر خیابون فقط ترافیکی میبینه و اون همه و اون سر و صدا، میگه واو یک تصادفی شد که حداقل 10 نفر توی اون تصادف درجا کشته شدن. اون همیشه واقعیت شماره 3 برای اون آدم. به تعداد آدم‌های روی کره زمین از یک حقیقت ما میتونیم واقعیت داشته باشیم. حتی به تعداد حالت‌هایی که توی یک نفر ایجاد میشه میتونیم از یک حقیقت واقعیت برای یک انسان ایجاد بشه. مثلا من سرحال باشم یه برداشتی از یک حقیقت دارم، ناراحت باشم یه برداشت دیگه دارم. پس همین من یه نفر هستم، تو حالتی که سرحال هستم یه واقعیت تولید شده، تو حالتی که سرحال نیستم یه واقعیت دیگه. پس دوستان همینطور که توی این چارت دارید میبینید، توی این فلو چارت، توی این دسته‌بندی دارید میبینید، اون رخدادها، اتفاقات تقسیم بندی شدن به 2 دسته، حقیقت و واقعیت. ما فعلا کاری به حقیقت نداریم، ما دنبال داستان باورها هستیم که چجوری در ما ایجاد میشه، مخصوصا باورهای غیر ممکن، و نهایتا میخوایم برسیم به اون شرایطی که این باورهای غیر ممکن رو شناسایی کنیم و از حالت غیر ممکن اونها رو در بیاریم، چون میخوایم برایمون توی مسیر زندگی، مسیر موفقیت، اصلا باور غیر ممکن وجود نداشته باشه تا اونجایی که میشه. خب دوستان، این واقعیت ها بر اساس چی در ذهن ما ایجاد میشن؟ بر اساس شواهد، بر اساس مدارک، مستندات، برداشت ها، دانسته ها، تجربیات یه چیزی توی ذهن ما نقش میبنده، به اون گفتیم واقعیت. این واقعیت ها وقتی که تکرار میشن، وقتی که این واقعیت ها تکرار میشن، تولید میز باور میکنن. اگه یادتون باشه در جلسه قبل گفتیم که باورها چجوری ایجاد میشن. گفتیم تصور کنید که باور یک میزه که یک پیشفرض داره و اون واقعیت ها، اطلاعاتی که به ذهن ما خطور پیدا میکنه، چه از طریق حس لامسه، چه از طریق قوه شنوایی، چشایی، بویایی یا بینایی یا هر مسیر دیگه که به ذهن میرسه، اون پایه های این میز باور رو تشکیل میدن. پس واقعیت هایی که گفتیم، مدارک، مستندات، شواهد و دانسته ها که به ذهن خطور داده میشه، اینا وقتی که تکرار میشن تبدیل میشن به یک باور، تشکیل باور رو میدن که همینطور که در فلو چارت میبینید، ما باور رو به عنوان یک میز برای که توی ذهن شما نقش ببنده و یادتون باشه که یک باور با یک لحظه یه باره اتفاق نمیفته. مثال با یه گل بهار نمیاد، در مورد باور بیشتر صدق میکنه. با یه واقعه خیلی کم پیش میاد. البته تو پرانتز بگم تو حالتهای استثناء داریم که در جای خودش توضیح خواهم داد. خیلی سریع و کوتاه بگم، اگر یک واقعی اینقدر شدید باشه، حدت و شدتش اینقدر شدید باشه که همون یه واقعه به اندازه چندین واقعی تکرار شدنی اطلاعات وارد ذهن ما بکنه، اون میتونه تشکیل یک باور در جا آنی بده که فعلا موضوع بحث ما نیست. پس ما همون روال عادیشو بررسی میکنیم که واقعیت ها، دانسته ها، مدارک، شواهد وقتی که تکرار میشن، وقتی که این واقعیت ها تکرار میشن به ذهن ما خطور پیدا میکنن، تشکیل باور میدن که گفتیم باور رو به شکل یک میز بدونید که هر کدوم از این پایه های میز باور همون واقعیت هایی هستن که همون اطلاعاتی هستن، همون دانستهایی هستن که به ذهن خطور داده میشه. اما دوستان، از این باورها 2 نوع باور تشکیل میشه که باورهای عادی و باورهای غیر ممکن. ما کاری به باورهای عادی نداریم، چون هر انسانی میتونه بی نهایت باور عادی داشته باشه. باور به این که الان مثلا هوا سرده، باور به این که من مثلا انسان، فرض کنید حالا نمیدونم رنگ پوستم گندمینه، باور به این که مثلا فرض کنید من پزشک مثلا حاذقیه. اینا باورهای معمولی که همه دارن. باور به این که مثلا من اهل فلان قومیت، اینا باورهای خیلی معمولی هستن.
ما با اینها هم کاری نداریم، میریم سراغ اون باورهایی که توی ذهن ما به اسم باورهای غیر ممکن جا خوش کردن. اینها جلوی مسیر موفقیت ما رو گرفتن. این باورهای غیر ممکن توی ذهن ما هستن که نمیذارن ما تصمیمات درست بگیریم، نمیذارن ما قدمهای بزرگ برداریم، نمیذارن که ما هدفهای خیلی عالی انتخاب کنیم و در آخر نمیذارن که رویاها و آرزوهای ما برآورده بشن. خب میریم سراغ این باورهایی که به ما گفتن ما غیر ممکنیم و ما میگیم عمرن. اومدیم سراغ باورهای غیر ممکن. دوستان، در باورهای غیر ممکن یه دسته‌بندی داریم که همینطور که توی چارت می‌بینید، ما این باورهای غیر ممکن ممکنه شخصی من باشن، ممکنه این باورهای غیر ممکن شخصی عمومی باشن. مثلا چطور؟ مثلا ممکنه این چیزی که باور غیر ممکنه برای من قنبرپور یه باور غیر ممکن باشه. توی ذهن من برای من غیر ممکنه که من بتونم مثلا مهاجرت کنم به فلان کشور، اما خیلی ها رفتن مهاجرت کردن با یخ و ترشی. توی ذهن من قنبرپور شاید غیر ممکن باشه که من دانشگاه مثلا فلان شهر قبول بشم، اما توی ذهن عموم همچین غیر ممکنی وجود نداره. خیلی ها رفتن و اون اتفاق رو برای خودشون رقم زدن. پس توی باورها به دو دسته تقسیم شدن: باورهای شخصی و باورهای عمومی. باورهای شخصی گفتیم باورهایی که مال منه. ما کاری به باورهای عمومی فعلا نداریم، چون ما که قرار نیست همه دنیا رو موفق کنیم. ما قرار فعلا خودمون به اهداف، آرزوها و رویاهامون دست پیدا کنیم. پس توی این فلوچارت مسیر رو داریم ادامه میدیم به باورهای شخصی. میایم سراغ باورهای شخصی، میگیم آقا این باورهای شخصی غیر ممکن چطور شده که اینا برای ما تبدیل بر من قنبرپور، فعلا کاری به همه مردم دنیا ندارم، چطور شده که این باورهای من قنبرپور، من فرشید قنبرپور، این باورها برای من غیر ممکن توی ذهنم جا داده شدن، جا خوش کردن. دوستان، باورهایی که غیر ممکن میشن برای من دو نمونه هستن: یا مسبوق به سابقاً، یعنی توی ذهن من قبلا یه اطلاعاتی در رابطه با این رخ داد، این اتفاق هست، یا مسبوق به سابقه نیست، یعنی من ازش سابقه‌ای ندارم، هیچ اطلاعاتی از قبل ندارم. اون باورهای غیر ممکنی که توی ذهن من مسبوق به سابقه نیستن، یعنی سابقه‌ای ازشون توی ذهن من نیست، خب عادیه، طبیعیه که من وقتی یه کاری رو انجام نداده باشم، توی ذهن من هیچ سابقه‌ای وجود نداشته باشه از اون باور، خب مشخصه، معلوم، عادیه که اون غیر ممکن جلوه بده. مثل چی؟ مثلا من تا الان هیچ وقت پرش 2 متری انجام ندادم. توی ذهن من هیچ سابقه ای، هیچ تجربه از این که من 2 متر تونسته باشم پرش داشته باشم نبوده، تا الان انجام ندادم، برای من غیر ممکنه. پس باورهایی که مسبوق به سابقه نیستن، اینها مشخصه، عادیه که غیر ممکن بشن. پس یه دستورالعمل باید خاصه فقط این باورهای غیر ممکن مسبوق به سابقه نیست ها باید داشته باشیم. میریم سراغ باورهایی که غیر ممکنن اما مسبوق به سابقه هستن. چرا اینها توی ذهن ما تبدیل شدن به باورهای غیر ممکن؟ باورهایی که مسبوق به سابقه هستن برای من قنبرپور شخصی، این فلوچارت رو بارها و بارها توی ذهنتون مرور کنید. اینها ممکنه باورهایی باشن که غیر ممکن باشن اما نسبت به زمان غیر ممکن باشن. مثال، من در دوران کودکی تو سن مثلا 8 سالگی برام غیر ممکن بود که بتونم از این دیوار برم بالا. واو، نمیشه. برای من توی اون سن، با اون قد، با اون هیکل، با اون اعتماد به نفس، غیر ممکن بود که من بتونم یه روزی یه مسئله حل کنم که معلمم بلد نباشه. پس نسبت به اون زمان این غیر ممکن بود. الان من سوادم از معلم دوران دبستان خودم هم رفته بالا. من الان توی تیم بسکتبال هستم که مثلا قد من بلندتر از دیوار شده. پس این نوع غیر ممکن ها نسبت به زمان خودشون غیر ممکن بودن. یکی دیگه از این باورهایی که مسبوق به سابقه هستن برای من قنبرپور شخصی من، باورهایی هستن که نسبت به مکان غیر ممکن هستن. مثلا غیر ممکنه که تو این مثلا مکان، توی این محل بتونیم اون کار انجام بدیم. مثال،
غیر ممکنه که مثلا ما بتونیم داخل استخر مثلا بدویم، روی آب بدویم. تو این مکان خب این استخره، نمیشه روی آب دوید، یه غیر ممکنه. غیر ممکنه که مثلا من توی مثلا جنگلی که پر از درخته بتونم مثلا اسکی بازی کنم. خب تو این مکان غیر ممکنه. پس اسکی بازی کردن برای من غیر ممکن نیست. من قهرمان اسکی هم ممکنه باشم، اما توی این مکان، توی این جنگل با این همه دار و درخت غیر ممکنه. یکی دیگه از غیر ممکنه غیر ممکنه های جنسیتیه. غیر ممکنه یه مرد بچه به دنیا بیاره. البته اینم تو پرانتز بگم چند سال اخیر دانشمندان چینی برسیدن به این فناوری که مردها رو هم تونستن باردار کنن با روش های خاص خودش. پس یه سری کارها توی غیر ممکن بودن ارتباط داره به جنسیت. مثلا اینکه زنان دوران قاعدگی دارن، دوران ماهانه دارن، این یک حالتی است که فیزیولوژی بدن زن هاست، جنس مؤنث. غیر ممکنه که آقایون یک همچین اتفاقی برای فیزیولوژیک بدنشون رخ بده. پس یه سری از این موارد باورهایی که برای من غیر ممکن هستن صرفا جنسیتی هستن. یک سری از باورهایی که شخصی من هستن و مسبوق به سابقه هستن به خاطر اینکه توی یه بازه زمانی غیر ممکنه. مثلا برای من قنبرپور غیر ممکنه که بتونم در طول مثلا 2 سال برم 12 سال دیپلم من بگیرم. غیر ممکنه که مثلا در طول یک بازه زمانی فرض کنید 10 دقیقه‌ای با یه دوچرخه بتونم از تهران برم شیراز. توی بازه 10 دقیقه‌ای نمیشه. پس این غیر ممکن بودن به خاطر اون بازه زمانی، به خاطر اون شرط بازه زمانی. وگرنه من بارها از تهران به شیراز رفتم، از تهران به رشت رفتم، ولی وقتی با اون شرط بازه زمانی 10 دقیقه‌ای گذاشته میشه دیگه غیر ممکن میشه. یا غیر ممکن هایی که نسبت به شرایط غیر ممکنن، نه اینکه خود ذات اون عمل غیر ممکن باشه. پس یه بار دیگه این فلوچارت رو ما با هم مرور میکنیم. گفتیم هر رخدادی که اتفاق میفته، هر اتفاقی که رخ میده، این یا حقیقت یا واقعیت. حقیقت فقط یکیه، واقعیت میتونه انتا باشه. به تعداد آدم های روی زمین میتونیم واقعیت داشته باشیم. واقعیت برداشت ما از اون حقیقته. واقعیت اون اطلاعات، شواهد و مدارکی که از اون حقیقت به ذهن ما مخابره میشه. این واقعیت ها وقتی که تکرار میشن، همینطور که توی چارت میبینید، تبدیل میشن به باورهای ما. باورهای ما یا باورهای عادی هستن یا باورهای غیر ممکن. ما کاری به باورهای عادی نداریم. این باورهای غیر ممکن یا باورهای شخصی هستن. برای من قنبرپور شخصی برای من غیر ممکنه، یا که نه همه مردم میدونن که این غیر ممکنه. خب ما گفتیم که فعلا میخوایم خودمون رو نجات بدیم، کاری نداریم که همه مردم دنیا رو نجات بدیم. از این باورهای غیر ممکن شخصی من 2 دسته میشن. یا مسبوق به سابقه هستن، یعنی از قبل من یک سابقه، یه تجربه از قبل داشتم، یا که مسبوق به سابقه نیستن. ما نسبت به اونهایی که مسبوق به سابقه نیستن یک تعریف عادی داریم. معلومه وقتی من کاری رو انجام نداده باشم، برای اولین بار میخوام انجام بدم، ناخودآگاه میگه این غیر ممکنه. زمانی که شما میخواید یه تصمیم بزرگ بگیرید، زمانی که میخواید اولین بار میخواید مهاجرت کنید به یک کشور دیگه، میگه غیر ممکنه، نمیشه، نمیتونی. زمانی که میخواید اولین بار میخواید یک بیزینس بزرگ راه اندازی کنید، ناخودآگاه شما چون هیچ سابقه ای از این تصمیم نداره، هیچ سابقه ای نداره، میگه غیر ممکنه، نمیتونی. و خیلی از تصمیمات دیگه. برای اینها یه دستورالعمل داریم. برای باورهایی که مسبوق به سابقه هستن ما دستورالعمل و تکنیک دیگه ای داریم. خب اونایی که باورهای غیر ممکن شخصی که مسبوق به سابقه هستن، اینا ممکنه بر اساس یکی از این چند حالت غیر ممکن برای ما جلوه داده باشن، یا بر اساس مکان، یا زمان، یا بازه زمانی، یا جنسیت، یا شرایط، یا خیلی چیزهای دیگه. این جلسه رو اختصاص دادیم به این دسته‌بندی نسبت به باورها، مخصوصا باورهای غیر ممکن، که در جلسه بعد به شما فرمول‌های جادویی رو آموزش خواهم داد که هر باوری رو که شما بیارید امکان نداره که اون رو اگر عادی باشه که مخلصش هم هستیم، اما اگر غیر ممکن باشه چنان توی رینگ اون رو تکه تکه میکنیم که تا یاد داره ادعای غیر ممکن بودن برای ما نکنه. دوست عزیز، اینقدر این جلسه برای من هیجان داشت و اینقدر ذوق زده بودم که و اینقدر
بی‌تاب بودم که زودتر زمان ضبط و فیلمبرداری این جلسه برسه که سر از پا نمیشناختم. امیدوارم که این جلسه رو بارها و بارها یادداشت برداری کنید و اون رو نکته برداری کنید و این فلوچارت رو توی ذهن خودتون بارها تکرار کنید. چرا؟ چون توی جلسات بعد بارها بهش فلش بک میزنیم و برگ میگردیم و هر باوری که شما عزیزان داشته باشید اون رو میاریم و طبق این فلوچارت جز یکی از این دستبندی ها اون رو شناسایی میکنیم و فرمول و تکنیک این که اون رو از حالت غیر ممکن خارج کنیم و تبدیلش کنیم به یک باور معمولی و عادی رو به شما یاد خواهم داد. من دکتر قنبرپور هستم که مثل همیشه با افتخار میگم که در خدمت شما عزیزان هستم. تا جلسه بعد همه شما عزیزان رو به خدای یکتای مهربان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.